متاسفانه جمهوری اسلامی تو ضعیف‌ترین حالت ممکن قرار گرفت. این برآورد سرویس‌های جاسوسی غربی بود که جمهوری اسلامی الان تو ضعیف‌ترین حالت ممکن قرار گرفته. با این برآورد به کشور ما حمله کردن، فرماندهان نظامی ما رو زدن، تمام زیرساخت‌های حیاتی ما رو هک کردن، از تمام ظرفیت کشورهای منطقه استفاده کردن و این جنگو به ما تحمیل کردن. تو شرایطی که تمام برآوردها این بود که کار جمهوری اسلامی تمومه، جمهوری اسلامی همه اینا رو به زانو در آورد. میدونید چرا برآورد اینا همیشه اشتباه در میاد؟ به خاطر اینه که خودشون قربانی رسانه‌های خودشون میشن. مثلا میگن رهبر ایران که پشتوانه مردمی نداره، در صورتی که تو ایران هیچ کس به اندازه رهبر انقلاب پشتوانه واقعی مردمی نداره. ما هیچ سیاستمداری رو نداریم که الان اعلام کنه بگه آقا به خاطر من 100 نفر بیان جونشون رو بگیرن کف دستشون. همچین کسی نداریم. ولی رهبر ایران تنها سیاستمداریه که اگه اشاره کنه میلیون‌ها نفر میریزن کف خیابون از جونشون میگذرن. اینا نمیتونن اینو تحلیل کنن. بعد اینکه جنگ شروع شد، نماز جمعه اول جنگ بود فکر میکنم. من با خودم گفتم آقا کسی نمیره الان بمبارون شرایط اینجوریه. رفتم دیدم چه جمعیتی، سر و تهش معلوم نبود. اگر واقعا جمهوری اسلامی ایران به گفته اینا اینقدر ضعیفه، چرا با نامردی تمام بهش حمله کردن؟ چرا با جنگ رو در رو شروع نکردن؟ اینا مگه تکنولوژی دنیا رو ندارن؟ مگه بهترین سلاح‌ها رو ندارن؟ مگه نمیگن جمهوری اسلامی ضعیفه؟ پس چرا با نامردی تمام بهش حمله کردن؟ پس این اتفاقا نشون میده که جمهوری اسلامی خیلی قویه، انقدر قویه که دشمناش با اون همه پشتیبانی و تسلیحات حریفش نشدن، الان اومدن جنگو کشوندن به فضای مجازی و رسانه‌ای. میخوان از طریق فضای مجازی مردم رو به نقطه جوش برسونن. مردم هم میدونن که اگر آشوبی درست بشه کشوری به اسم ایران دیگه وجود نداره، ایرانو تجزیه میکنن میره. مردم میدونن اینایی که میخوان آشوب درست کنن همونایی هستن که سال 1401 خودشون زنگ در جمهوری اسلامی رو نزده، مثل علی کریمی فرار کردن رفتن. اگر ضعیف شده جمهوری اسلامی، اگر کارش تموم بوده، چرا اون سر دنیا نشستن؟ بابا همین سلطنت طلبان نشست رضا پهلوی تو مونیخ لغو شد، راهپیمایی سکوت رو انداختن، در صورتی که به داخل رسیدنی از اون سر دنیا نسخه میپیچن بریزید بکشید فلان بکنید. الان یه سری کارشون این شده که جو میدن بریزید، دیگه اینا ضعیف شدن. الان من مردم بیام کف خیابون نهایتا تا ظهر میتونم کف خیابون وایسم، نه بهتره که تا شب برگشتنی اطلاعات میاد منو قپونی میبره. مردم میدونن همین بیشرفای حروم لقمه‌ای که دارن از دردشون سوء استفاده میکنن همونایی هستن که درخواست تحریم‌های بیشتر علیه ایرانو میدادن. فشار تحریم‌ها روش کی جز مردم اگر دارن این فشارها رو تحمل میکنن به خاطر اینه که میدونن جمهوری اسلامی جایگزینی نداره. رهبر رو کنار بزنن، قدرت رو بسپارن دست کی؟ مرعشی‌ها، خاتمی‌ها، روحانی‌ها، اینا که خود شرفشون این مشکلاتو برای ما به وجود آوردن. ما با چشم خودمون دیدیم دولت پزشکیان همون جریان‌های فاسد به قدرت رسوندن. الان هم اتفاقا داریم میبینیم که پشتشو خالی میکنن. چرا پشتشو دارن خالی میکنن؟ چون نارضایتی ایجاد کرده، اینا مأموریتشون رو انجام دادن. هممون فهمیدیم که این فشارها رو دارن به مردم تحمیل میکنن از داخل که جلوی رهبری بذارن. روشون نمیشه بیان بگن آقا ما میخوایم کودتا کنیم. مردم اینا رو میدونن اتفاقا اینا میخوان مردم رو روانی کنن، بگن آب که از سرگذشت چه یک وجب چه 100 وجب. یعنی دیگه به فکر آینده نباشن. ایران نابود شدم شد، نه ما نمیذاریم ایران نابود بشه. حالا این وسط میدونید من از چی متعجبم؟ یه طرف دارن این فشارها رو به ما بیشتر و بیشتر و بیشتر و سنگین‌تر میکنن از داخل، مسئولای داخلی. یه طرف همراهی مردم. به خدا سوختم وقتی دیدم 9 میلیون 10 میلیون نفر ثبت نام کردن برای خودرو. آقا شما این پولا رو از کجا میاری؟ والله من یه موتور پالس 180 مدل 91 دارم، میخوام اینو بفروشم 96 97 شو بگیرم، نمیتونم. شما از کجا میارید؟ این تقاضاها قیمتو میبره بالا دیگه، نخرید. وقتی این همه تقاضا از طرف میبینه 1 میلیارد بده، تقاضا از میکشه روش میکنه 2 میلیارد، 2 میلیارد میکنه 3 میلیارد. آقا نخرید. این پولا رو از کجا میارید؟ بعد با تک تک اینا میشینی حرف میزنی، همشون ناراضی هم فوش میدن حکومتو. بابا خود شما دارید این مسئولا رو کمک میکنید.